سلام، من یوسف صیاد هستم، پرستار. من پروژه مهاجرت کاریم به کشور آلمان رو از طریق تیم مهاجرت کادر درمان آقای تباینی انجام دادم. خواستم از ایشون و تیمشون تشکر کنم. در حال حاضر من منتظر دریافت ویزای کشور آلمان هستم. من میخوام به شما دوستان، مخصوصا کادر درمان، پرستارا توصیه کنم که از طریق آقای تباینی این کار انجام بدین، چون ایشون هم در واقع مثل ما کادر درمانن، پرستارن و میتونن خیلی به ما در این زمینه کمک کنن و خیلی بهتر میتونن ما رو درک کنن. من بعد این نکته هم بگم که آقای تباینی در واقع تمام پروسه کاری من رو توی کمتر از 6 ماه از قبیل گرفتن بهشاید، قرارداد کاری و دیگر مواردی که لازمه برای رفتن به کشور آلمان رو انجام دادن. البته پروسه من بیشتر از اینها طول کشید، چون من در ابتدا مدارکم رو جمع کردم و بعد شروع کردم به خوندن زبان آلمانی برای گرفتن مدرک B2 زبان آلمانی. امیدوارم که همه موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.